با عرض ادب و احترام و درود خدمت شما دوستان، با قسمت پنجم پادکست ایران انقلاب شیر و خورشید، انقلاب ملی ایرانیان در خدمت شما هستم. امروز دوم خرداد سال 2585 تقویم پادشاهی ایران برابر با 23 می سال 2026. من امروز که دارم این قسمت از این پادکست رو برای شما ضبط میکنم، در حساسترین لحظات ممکن ما حضور داریم، لحظاتی که هر آن امکان داره جنگی دوباره، جنگ سوم بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل اتفاق بیفته و یا در عین حال امکان داره که یه توافق سطحی بین دولت ترامپ و جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و انجام بشه. و به همین دلیل من خواستم در این رابطه چند تا موضوع رو با شما به اشتراک بذارم و همچنین در رابطه با موضوعات دیگر هم اگر وقت شد در آخر این برنامه با شما صحبت کنم. من قصدم این نیست که در این برنامه تکرار مکررات بکنم یا بخوام اخبار رو برای شما دوباره تکرار بکنم. فقط میخوام یک سری نکاتی رو بگم که نشون میده، یعنی علائمی هستن اون نکات که نشون میده که جمهوری اسلامی به زودی سقوط میکنه و ما که مخالف این رژیم سفاک هستیم نباید از راهی که درش قدم گذاشتیم ناامید بشیم و باید با تمام قوا به این راهمون ادامه بدیم و فارغ از تمام اتفاقات و جریاناتی که در قبل اتفاق افتاده و در پیش روی ماست، ما نباید فراموش کنیم که تمام این جنگ ها و اینها و این مذاکرات و اینها چیزهایی است که بین دولت ها اتفاق میفته و ما مردم ایران تصمیم خودمون رو گرفتیم چه این اتفاقات به نفع مردم باشه، به نفع ما باشه و چه نباشه. ما تصمیممون رو گرفتیم که جمهوری اسلامی رو نابود کنیم و آینده بهتری برای ایران بسازیم و ما رهبرمون رو انتخاب کردیم در این راه، شاهزاده رضا پهلوی، و در این انتخابمون با هیچ کسی هم تعارف نداریم. ما مصممتر از قبل هستیم و سفت‌تر و جسورتر و محکمتر از رژیم جمهوری اسلامی هستیم در روند انتخاب رهبری، چرا که هر آنچه که آنها هستند ما نیستیم و هر آنچه که آنها نیستند ما هستیم. من حتما در رابطه با این جمله با شما سخن میگم و به شما خواهم گفت که چرا ما باید نشون بدیم جسورتر از آن هستیم که رهبری رو که انتخاب کردیم پشتش وایستادیم و به دنیا خواهیم نشون داد که ما در رابطه با شاه و میهنمون با هیچ احدی شوخی نداریم. بگذریم و برگردیم به موضوع اصلی این قسمت. دوستان، این شنبه و یک شنبه که آخر هفته است در ایالات متحده، به ظاهر آخرین فرصتی هستش که پرزیدنت ترامپ به جمهوری اسلامی داده، یعنی آخرین شانس جمهوری اسلامی برای بقا، آن هم به ظاهر. حالا چرا به ظاهر خدمتون عرض میکنم. ببینید دوستان، تمام آنچه که دولت ترامپ و به خصوص شخص پرزیدنت ترامپ داره انجام میده و در تلاشه که به نتیجه برسونه، تسلیم جمهوری اسلامیه و نسخه جدیدی از آنچه که ایالات متحده قبلا در برابر همچین رژیم هایی انجام داده و اونا رو به زانو درآورده و رژیم اونها رو نابود کرده و یک دولت جدید، یک حکومت جدید رو به اون سرزمین توسط مردمش آورده. ببینید، من قبلا هم گفتم در برنامه قبلی که تمام تلاشی که
دولت ایالات متحده داره انجام میده اینه که این اسلحه ها رو، چه اسلحه های موشکی باشه و چه هسته‌ای باشه، رو اول از چنگ جمهوری اسلامی در بیاره و بعد اون بلایی رو که میخواد سرش در بیاره. بعد از این جنگ 40 روزه محاصره ای رو شروع کرده که دولت پرزیدنت ترامپ محاصره ای رو شروع کرده که داره اقتصاد جمهوری اسلامی رو واقعا نابود میکنه و فکر نمی کنم در این لحظه چیزی از اقتصاد مریض جمهوری اسلامی باقی مونده باشه توی ایران. درآمد نفتی جمهوری اسلامی رو به صفر رسونده و نمیذاره هیچ کشتی باری جمهوری اسلامی که نفت داره رو از اون محاصره عبور کنه و علنا جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ نفتی رو صادر کنه و هیچ درآمدی داشته باشه. تا الان هم که دووم آورده به خاطر فروش نفتایی هستش که قبل از این محاصره صادر شدن و پولشون رو داره دریافت میکنه. ببینید سفر ترامپ به چین که در چند هفته گذشته انجام شد یک نشانه بود که دولت پرزیدنت ترامپ مصمم است که جمهوری اسلامی رو تسلیم کنه و این رژیم رو نابود کنه، ولی این کار آهسته و پیوسته قرار اتفاق بیفته و بعد وقتی که نهایی شد به یک باره اتفاق خوبی برای ایران میفته و رژیم از صحنه روزگار محو میشه. چرای این که ترامپ به چین سفر کرد و مثلا به روسیه نرفتم خودش جای بحثه. چرا؟ چون که ببینید چین از لحاظ اقتصادی پدر اقتصاد مریض و بیمار جمهوری اسلامیه و ترامپ با سفرش به چین نشون داد که خواست به چین بگه که من دارم به تو میگم که قراره چه اتفاقی برای جمهوری اسلامی بیفته و نه اینکه از چین بخواد اجازه بگیره، نه، فقط خواست اینو به صورت یک گزارش یا هرچی یه بیلان کار به چین بگه و چین رو در جریان بگذاره در رابطه با اتفاقاتی که قراره در آینده نزدیک بیفته که چین هم بتونه بالاخره در رابطه با منافع خودش تصمیماتی اتخاذ کنه. برای چین اصلا عاقبت جمهوری اسلامی مهم نیست و آن چیزی که مهمه منافع و بقای دولت چین هست و همونجور هم که دیدیم دولت چین و همون رئیس جمهور دولت چین آقای شی با ترامپ هم نظر بود که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، این یک، و دوما اومد به طور کلی گفتش که به دولت ترامپ گفتش که چین و آمریکا به جای اینکه رقیب باشند بهتره که با هم شریک باشند و این پیشنهاد رو به دولت ترامپ داد و برای چین این پیشنهاد خیلی مهمه. چرا؟ چون چین الان خودش هم با مشکلات اقتصادی روبروه که داره باش دست و پنجه نرم میکنه. من اگر بیام این پیشنهاد رو به فقط منطقه ایران، منطقه خاورمیانه و کشور ایران تقلیل بدم، یعنی پیشنهاد دولت چین رو که به جای اینکه چین و آمریکا با هم رقیب باشن بیان با هم شریک باشن، اگر من این پیشنهاد رو بیام فقط به ایران اینو تقلیلش بدم، به این معنیه که برای چین مهم نیستش که جمهوری اسلامی باشه یا نباشه. منظور اونها در این رابطه این بوده که اگر قراره دولت آمریکا اثر چشمگیری روی منطقه و کشور ایران بگذاره، چین هم این پیشنهاد رو داده که میخواد با آمریکا در اون قسمت یه جورایی شریک باشه، حالا چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی و غیره.
و من یک نکته رو خدمتتون عرض کنم دوستان. ببینید این پیشنهاد چین از نقطه ضعف بود، نه از نقطه قوت، و اینو پرزیدنت ترامپ و تیمش خیلی خوب میدونن که چین برگه برنده‌ای نداره تو این داستان و اون چیزی رو که دولت آمریکا، دولت ایالات متحده آخرش تصمیم میگیره، اون به نظر من تو این جریان فصل الخطاب میتونه باشه. چرا؟ چون که ببینید الان یه جورایی نه مثل حالا دوران جنگ سرد یا دوران بعد از جنگ جهانی، ولی یه جورایی دوباره اون بلوک غرب و شرق یه جورایی با همدیگه شروع کردن به اون کانفلیکت رسوندن رابطه هاشون، یعنی دوباره یه جور جنگ نرم رو بر علیه همدیگه شروع کردن. درسته که دیگه نه بلوک غرب و نه بلوک شرق اون شکل و شمایل سابق رو داره، ولی باز با این احوال هنوز میبینیم این درگیری های سیاسی رو، حالا چه در ساعت سیاست چه در ساعت اقتصاد، اینا رو همه رو ما داریم میبینیم. و یه چیز دیگه هم که بهش اضافه شده تکنولوژی که اگر هر کسی بیشتر داشته باشه دست بالا رو توی این جنگ داره و به خاطر همین هم هستش که پرزیدنت ترامپ با اون تیم اقتصادی تکنولوژیکش به چین سفر کرد. در بلوک شرق که روسیه مشغول جنگ با اوکراین و اصلا اون قوت اون نقش سابق رو نداره و خیلی هم دست پاچه است در رابطه با بقای و منافع خودش. همونجوری که دیدیم پوتین چقدر با دستپاچگی بعد از اینکه ترامپ چین رو ترک کرد چند روز بعد به چین سفر کرد تا بخواد ببینه که قراره چه اتفاقاتی بیفته و این نشون دهنده اینه که پوتین دیگه، یعنی روسیه دیگه اون نقش محوری رو تو این داستان ها نداره و میخواد خودش رو دخالت بده، ولی چین هم اجازه نمیده به روسیه که اونقدر مداخله کنه. نشون میده که روسیه هم ضعیف شده و این ضعیف شدن روسیه ضعیف شدن بلوک شرق رو نشون میده. و از طرفی ترامپ با قدرتمندتر کردن اقتصاد و سیاست دولت آمریکا اومده سردمدار بلوک غرب شده و حالا اینکه حالا این غرب هم برای خودش، یعنی اونجوری که ما باید غرب رو تفسیر کنیم نمیتونه دیگه مثل سابق باشه و من باید توی برنامه جداگانه در رابطه با این غرب هم با شما صحبت کنم. همونجوری که عرض کردم برای چین خیلی مهمه که در آینده اون منطقه و ایران دخیل باشه و اینو تو تمام رفتارهاشون در رابطه به توی سفر ترامپ دیدیم، حتی نحوه پذیراییشون که از تیم ترامپ کردن، اون مهمانی شام که مفصل بود و اونو برای تیم ترامپ مهیا کرده بودن، نشون دهنده اهمیت اینه که چین چقدر میخواد که با دولت آمریکا شریک باشه. خب اون مهمونی شام به معنی اینه که چینی ها خیلی احترام و ارزش بالایی برای اون مهمون قائل بودن و دوست داشتن که با اون مهمون رابطه جدیدی بسازن. این در فرهنگ چینی این معنی رو میده و میخواستن صمیمیتشون رو به پرزیدنت ترامپ نشون بدن و این به دولت آمریکا نشون بدن که ما به شما اعتماد 100% رو داریم. ولی باز با این احوال من فکر میکنم تیم پرزیدنت ترامپ تصمیم خودشونو گرفتن و در آینده اون منطقه جایی رو برای جمهوری اسلامی نمیبینن و امروز هم که من داشتم ترو سوشیال رو نگاه میکردم، پرزیدنت ترامپ اومد یک پستی رو گذاشت که اون نقشه ایران بود، نقشه خاورمیانه بود و نقشه ایران با پرچم آمریکا پر شده بود، نوشته بود که ایالات متحده خاورمیانه و پرچم آمریکا بود. این نشون دهنده اینه که ترامپ میخواد
یعنی اون کنترل کامل رو در رابطه با ایران داشته باشه که بتونه دست روسیه رو از اون منطقه کوتاه کنه، دست چین رو از اون منطقه کوتاه کنه و با بودن جمهوری اسلامی همچین اتفاقی نمیفته و ترامپ مجبوره که جمهوری اسلامی رو دک کنه و از بین ببره. و من به خاطر همین هم هست که میگم دوستان نباید ناامید شد. ما که تصمیم خودمون رو گرفتیم و به مبارزه خودمون ادامه میدیم بر علیه جمهوری اسلامی، ولی نشونه ها اینجوری میگه که و من از نشونه ها اینجوری برآورد میکنم که دولت ترامپ هم نمیخواد جمهوری اسلامی باشه. درسته که اینا همشون به دولت ترامپ به دنبال منافع ایالات متحده است، ولی خب نابودی رژیم توسط دولت ایالات متحده برای ما مردم ایران هزینه کمتری داره و چه بهتره که آمریکا، نیروهای آزادی بخش آمریکا و اسرائیل در روند نابودی رژیم جمهوری اسلامی ایران همراه مردم ایران باشند و به ما مردم ایران کمک کنند. من یه نکته ایرم خدمتتون عرض کنم. من در نمیدونم برنامه دوم یا سوم بود که گفتم خدمتتون که دولت پرزیدنت ترامپ و خود شخص مثلا آقای مارکو روبیو و پرزیدنت ترامپ مشروعیت رو از رژیم جمهوری اسلامی گرفتن قبل از شروع جنگ 12 روزه و الان خود رژیم به این نکته رسیده که دارن حرف از اصطلاحات مثلا میلیشیا میزنن و اینا نمیخوان میلیشیا باشن، ولی یعنی اینکه اون یه گروهک نظامی خیلی کوچیک که اون نیروی رسمی نظامی اون کشور محسوب نمیشه. ولی دقیقا رفتاری که پرزیدنت ترامپ و تیمش دارن با جمهوری اسلامی انجام میدن اون رفتاری هستش که با یک گروه گروگانگیر میلیشیا دارن انجام میدن و نه با یک دولت مشروع و رسمی یک کشور. و میبینیم که سیاستی که دولت ترامپ پیش گرفته به خصوص بعد از این یعنی این وقتی که آتش بس شروع شد میبینیم که دیگه خیلی گیج کننده شده و میبینیم که دولت ترامپ داره بازی‌هایی رو سر اینها در میاره که واقعا بی‌نظیره. من قبل از این تا به حال هیچ جایی ندیده بودم یه همچین کارهایی رو با یک رژیمی انجام بدن. مثلا اینکه دعوای زرگری را میندازه ترامپ بین خودش و معاونش و وزرا، یا اینکه دعوای زرگری را میندازه بین خودش و نتانیاهو و اینکه مثلا میخواد نشون بده من اسرائیل رو در جریان امور قرار نمیدم و اینکه داره نشون میده که براش تسلیم با امضا و یا تسلیم با جنگ براش فرقی نمیکنه و حرفش همون حرفه که قراره تمام اون تجهیزات رو از ایران بگیرن و اون تمام اون مفاد رو به جمهوری اسلامی تحمیل کنن و تسلیم کنن جمهوری اسلامی رو، و حالا چه با جنگ و چه با مثلا یک امضا. یکی از این نکات گیج کننده که واسه من خیلی جالب بود، ببینید قبل از جنگ 12 روزه نتانیاهو میخواست بره به عروسی پسرش و دخترش شرکت کنه و اینو اعلام کرد و این یک تاکتیکی بوده که میخواست جمهوری اسلامی رو گروه بزنه و جمهوری اسلامی فکر کرد که اوضاع الان آرومه، آمریکا و اسرائیل الان حمله نمیکنن، ولی 2 روز قبل از اون مراسم عروسی حمله اون جنگ 12 روزه شروع شد و الان هم که تو اخبارا پیچیده که ترامپ رفتنشو به عروسی پسرش لغو کرد فقط برای اینکه نشون بده که چقدر واسش مهمه. و من فکر میکنم که این میخواست داره برعکس نتانیاهو عمل میکنه، یعنی میخواد بگه که ببینید من نرفتم عروسی پسرم، پس ببینید من خیلی جدیم بهتون حمله میکنم، چه بهتره که اینو الان امضا کنید. یعنی من اون مراسم به این مهمی رو نرفتم که به شما حمله کنم، بهتره که
اینو امضا کنید. ببینید این تمام این تاکتیک های گیج کننده باعث یه سردرگمی توی رژیم شده و من به خاطر همینم هستی میگم، یعنی هیچ قوی ترین دولت دنیا از لحاظ اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی با یک دولت رسمی نمیاد این بازی ها رو انجام بده. با یک همون به قول خودشون میلیشیا، یک گروهی که نظامی گروگانگیر کوچیک دارن این کار رو انجام میدن که بتونن اینها رو تسلیم کنن و از اون کشور بیرون بندازن. همه اینا دوستان نشانه هایی هستش که ما نباید ناامید بشیم و ما باید امید داشته باشیم. ما دیگه از فاز این که جمهوری اسلامی اگه سقوط کنه یا نکنه یا اینکه چگونه سقوط میکنه گذشتیم. ما داریم به این فکر میکنیم که جمهوری اسلامی چگونه سقوط میکنه و این واسه ما خیلی یک پوان مثبتیه و روزهای این رژیم و ثانیه‌های این رژیم حتی به شماره افتاده و باید ناامید نشیم. ما باید یقین داشته باشیم که ما کار رو به سرانجام میرسونیم با رهبری که داریم، با اون درایت رهبری، با اون انسجامی که شاهزاده رضا پهلوی نشون بده خودش و تیمش و کارهایی که دارن انجام میدن. ما نباید ناامید شیم و باید پشت شاهمون باشیم تا آخرین لحظه، تا روزی که آزادی به ایران برگرده و در این یقین ما باید همواره شاد باشیم، نباید ناامید باشیم، باید شاد باشیم. چرا که من همونجور که خدمتتون عرض کردم تو دقایق قبلی که هر آنچه که آنها نیستن ما هستیم و هر آنچه که آنها هستن ما نیستیم. این رو یک نویسنده عربستانی گفته توی کتاب به نام فصل الخطاب و 2-3 هفته پیش بود که خانم ریمون هاشمی وزیر مشاور در امور همکاری بین‌المللی امارات متحده توی اون صحبتی که خیلی جنجالی شد، تو اون مصاحبه‌ای که با ABC نیوز فکر می‌کنم انجام داد و خیلی جنجالی شد، یک نکته‌ای رو گفت در رابطه با اینکه آنها چگونه حکومت داری میکنن و چگونه به فکر توسعه و پیشرفت هستن و جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه. ایشون گفتش که کاملا روشنه که حکومت جمهوری اسلامی این مسیر رو انتخاب کرده، یعنی مسیر نابودی رو، و چرا که ما هر آنچه که آنها نیستن هستیم. یعنی اینکه اونها نابودی رو میخوان، ما توسعه و پیشرفت رو میخوان. ما هم همینجور، ما مردم ایران هم همینجور. هر آنچه که جمهوری اسلامی و آدم‌های جمهوری اسلامی آنها نیستن ما هستیم و هر آنچه که هستن ما نیستیم. به خاطر همین هم میگم ما باید ناامید نشیم، یقین داشته باشیم و همیشه شاد باشیم. چرا؟ چون چرا این نکته رو خدمتتون عرض کردم؟ به خاطر اینکه یک سری اتفاقات خیلی کوچیکی در هفته گذشته افتاد در رابطه با هنرمندها و خوانندگان و یه سری در رابطه با اجرای کنسرت هاشون. ببینید خواستم این نکته رو اضافه کنم به این برنامه که ببینید جمهوری اسلامی اومد خودش رو و اون رهبریش رو با آوردن غم و اندوه به اون کشور اومد خودش رو ثابت کرد و اون جای خودش رو سفت کرد. ما باید برعکس آنها عمل کنیم. ما باید به نظر من با آوردن شادی، درسته که ما هزاران هزار جان فدا داشتیم، هزاران هزار جاویدنام جانشون رو به خاطر ایران از دست دادن، ولی ما نباید ناامید شیم و یکی از چیزهایی که میتونه ما رو در این راه کمک کنه اینه که خودمون رو تا جایی که میتونیم سر حال نگه داریم و شادی یکی از اونهاست. و این شادی چگونه به دست میاد؟ فقط این که ما بتونیم به اون آزادی برسیم و برای داشتن اون آزادی ما باید کارهایی رو بکنیم که رژیم جمهوری اسلامی انجام نداده. رژیم جمهوری اسلامی نخواسته مردم ایران شاد باشن و ما باید کاری کنیم که مردم ایران شاد باشن. و درسته که در آینده قرار ما
احترامات ویژه‌ای رو برای این جاویدنامه انجام بدیم و هر کاری هم که انجام بدیم باز هم کمه، هم چه برای ماندگاری نامشون و چه برای خانواده هاشون و بازماندگانشون. ولی به نظر من اینکه با نذاشتن کنسرت و اینکه بخوایم بریم توی سوگ و اینها به بقای این رژیم کمک کردیم. من در آینده در رابطه با این نکته مفصلا صحبت خواهم کرد با شما. من و در رابطه با این که این اتفاق اخیر که پیش اومده حتما یه توضیحات کوچیکی خواهم داد، به خاطر اینکه برنامه زیاد مدتش طولانی نشه و حوصله ور نشه. من همینجا از شما تشکر میکنم بابت گوش دادن به این برنامه و امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید و به شما بدرود میگم همینجا تا برنامه دیگه. پاینده ایران، جاوید شاه.